خب دوستان، همطور که میبینید پروژه زعفرانی گچبری سالن و نشیمن و تقریبا 90% جاهاش انجام شده. این قسمت پشت مبله. حالا یه توضیح کوتاهی از تک تک این جزئیات بهتون بدم. خیلی گچبری ظریفی کار شده، تماما کار دسته و خدا ماشاءالله این گلای خوشگل و روز و ظریفم. این قسمت دوباره قسمت پشت مبله، سقف معروفمون که خیلی ازش بازخورد زیادی داشتم. خیلی این سقف رو دوست داشتیم که مطمئنا بعد پتینه خیلی از این قشنگتر خواهد بود. این قسمت پیانو هست. یه پیانو اینجا قرار میگیره، دیوار پشتش، سقفش که باز میگم اینجا سقفش گلای خیلی خوشگلی کار شده. این گلایی هم که الان روی سقف من زوم کنم ظرافتشون رو بهتر میتونیم ببینیم. فوق العاده سه‌بعدی برجسته و ظریف و تمیز کار